الله میگوید وقتی که با او سخن میگویید همچنان سخن میگویید گویا که تو یک مرد خرددار هستی، یک غلامی زیر دستگیری هستی، حتی سر بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر، دعا کن و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا دعا میکنم که این پدر و مادر از پایبان سر من نگه دار، سلامتی اونها را خدایا روز به روز بهبود کن چنانه که در خردی در حق من دعا میکردم. ببین پروردگار میگه یکی مبادا بود و دعای خود نلازم که من در حق پدر و مادرم دعا میکنم، زیرا پدر و مادر بود که چرا در خردی در حق تو دعا کرده بودند. ما به دعای پدر و مادر چرا بواهی رساندیم، چرا صاحب خانه کردیم، صاحب فرزند کردیم. این از حق فرزند. خدا را عزیز